ماشاءالله مستر تسته مستر دستر مارم دریاب. مستر تسته بیا مشهد. بیا اینجا هم چیه مهمان ما. کوکو اول داره مغزشو در بیاره. ولی اینجوری خوردن مزه میده. نگاه که با دست میخورن. خوبه. خیلی خوبه این. وقتی خدا 10 تا انگشت داده باشو چیه دیگه. ماشاءالله ماشاءالله. این گوشتا دیگه با خودش هر چیزی نداره. آشغال و کارتون و کاغذ نمیخورن. صورتیه. گوشتی که صورتی یعنی سالمه. سالمه دیگه سیاه و چی نیستش. اوه گوشتو نگاه کن بازا گوشتو نگاه. یه کامل باشه بچه نرم شده. اینقدر ببین وسط برنجا اینا لوح پلو بوده. قشنگ پخته شده. قابلی پلو اسمش کابلی پلوه. کابلی پلو. آره شده قابلی پلو. And it looks awesome. And it's got bone marrow in it. You can put it on the kabuli polo with meat. It's awesome. انگلیسی صحبت میکنه. ببین برنجا چه رنگی شده. برنجش بیشتر سفیده ماما. نه برنجش اصلا یه رنگی شده. زرد ماننده. آره. فکر میکنم به خاطر همون خورشته و آره دیگه. آب خورش بود چی آب این قلم بود. ادویه های این همه توش خب معلوم لذیذ میشه. به خدا یک ظرف اینا از خودشون این بلدن چیکار یک ظرف از این بدم من حاضرم. یعنی دوباره هر که از این باحالی پول نخورده ما که نخوردیم. من نصف عمرش در فراست به قول علی. دو برابر این پولش من حاضرم بدم پول ولی این غذا رو بخورم. این بشقابو خیلی این فکر کنم 5 تا از ما رو سیده. آره 5 تا هم نه ولی 3 نفر. عجب رستورانی ها. نگاه کن اینا دیگه دل افغانستانه. اصلا چقدر نگاه چقدر کشیده. بعدم نگاه چقدر دونه دونه شده برنجش. آره رشتهاشون هم میذارن ها. چپونه میشه بین بزرگیش چجوری میبره. نگاه کن چقدر همینا رو دارم میگم. اینا چیه که داری این فکر میریزه. کنم آبای همون قلمای مامان که بعد برنج و خوشتم خوشمزه میکنه. این برنج هنوز پخته نشده. با آب اینا میپزنش. با آب قلم داره پخت میکنه. آره یک دمی میخوانه. نگاه کن با آب این قلم‌ها اینا رو چیز میکنن. گوشتا رو میندازن. نگاه کن گوشتایی که پخته شده با ادویه یه مقدار. ها که دیگه برنج خوشتم کنه. بابا دمشون گرم. ولی چقدر میفهمن که چقدر برنج باشه چقدر آب باشه که بعد دیگه خراب نشه. اینقدر دونه دونه در میاد. شک نکن. قیمه چیه توش؟ نخوده. آره نخوده. فکرم لپه گفتیم چی لپه. نه اینا لپه بود خب. آره نه خدا شاده لپه بود. لپه قیمه. علی نخوده فکر مادر لپه. آره مطمئنم لپه. این خورشتش با لپه و اینا درست میشه. من امشب خوابم نمیبره این غذا رو دیدم. عجب بابا. ولی چقدر مهمان نوازن ها. خیلی یکی بلوچا یکی هم افغانیا واقعا مهمان نوازن. افغانستانیا واقعا دمشون گرم. میگم Oh my gosh. گوشت فقط نگاه کن قلمو برداشت. له شد. نگاه کن. آره دیگه بخار پش شد. Look at the meat. خوبه دیگه با دستا دیگه خیالشون راحت با قاشق 2 ساعت پایین بالا کنن. Take the meat off. از چیزی بخوری مسترینا رو. یو اول فسلاخ نیسته. ماشاءالله ولی خوردم. یو خدا. واو. اینا مغزاش. واو. چه مغزی داره. خب مغزا رو چرا روی این میریزی؟ مغزا با همون برنج نه با همون برنج خوشمزه میشه علی. رو نون بریزی. نه اون مغزش رو برنج میریزه خیلی میدونی چه طعمی پیدا میکنه. The guy who eat more, he will be the winner. چلو واسه قشنگی داره. بسم الله. یک دوسته. من با هم میخورم چه قشنگ. آره اولم سراغ گوشتا رفتم. دوغه. Look at the jelly. یا خدا نگاه کن فقط پیا دنبه رو برداشت. The bone marrow. فقط پی میخوره. فقط
نمیدونم دنبه میخوره، فقط پی. نگاه گوشت نخورد، پی رو خورد. خوشش میاد دوست دارم. وای ما میگیم معلومه اینجور غذایی. اونا میگن پی. دیدی تهرانی به پی میگن پی. اه. By far. Wow. واو Look at the meat. مثل It's unbelievably. چه غذایی. خیلی خوشمزه یو وی وی اشترا علی همچین بردن. غذایی من یادم چابهار که خونمون بود برای عروسی ها بلوچه های چابهار همچین غذایی درست میکردن. آره اونم خیلی خوشمزه. همیشه آرزو دارم یک بار دیگه برم چابهار. لقمه رو نگاه کن. واو علی لاپی. ولی چی میخوردی؟ خنده. واو Wow. بیشرف. وای خدا خلاص. خلاص خلاص. اینم نونه بس. چی میگن تمت و خلص خلص و تمت. آه نونم میخواد. آماده این؟ آماده این. آماده این بانون هم میخوره. ها گوشت بانون میخوره. وای چه غذاییه. اینو دست مثل علی کسر دارم نگاه دیوونه کن. میشم ها. ولش کن اینو دیگه تموم کن. نه خدایی خدا. به خدا منم خیلی. همینجوریم. کم آوردیم. خدای خیلی اصلا. مولی از همه مردم افغانستان و شیرینی حاج گل حسن and also I'm gonna say thank you to Fly Dubai for supporting us. شاو تشکر کرد. تشکر کرد از مردم افغانستان. از گفت که شما مهمان خیلی بالا مهمان نوازی کنه انجام و دادن. فلان. الان مهمان نوازی رو تو برنامه بعد میبینی. حالا من صبر بازم کن. جایی رفتن. این نه یه بلاگر ایرانی که حالا اونو با هم دیگه میبینیم. خب بچه‌ها این قسمت همینجا به پایان رسید. ببخشید که فلاش گوشیمون خاموش شد به خاطر اینکه شارژ گوشیمون تموم شد و گفتیم به که پایان میرسید. نه به پایان رسید این دفتر. حکایت همچنان باقی است. آره این برنامه رو تموم میکنیم، بعد میخوایم بریم گوشی خورده شارژ بشه، بعد برنامه بعدیمون که یه بلاگر ایرانیه که رفته تو افغانستان توی جشن هراتی شرکت کرده و اون جشن رو میخوایم با هم دیگه ببینیم و ریاکشن مامانو ببینیم. فعلا کاری نداری؟ نه عشقم شام بخوریم گشنم. این شام اینا خوردن و دیدم دیوونه شدم. خدای منم گشته شدم. خب پس فعلا تا برنامه بعد پدا بای.